دیروز مقامات ترکیه گفتند که گمانبری حمله در کلوب رینه استانبول را بازداشت کردند. شهروند 34 ساله ازبکستان عبدالقادر مشریپوف معروف با لقب ابو محمد خراسانی هم دست داشتن در کشتاری 39 نفر را در شب سال نو اعتراف کرده است. مقامات ترکیه امیدوارند که به زودی آدمان پس این حمله نیز معلوم خواهد شد. برای شرح این موضوع ما به استودیو رهبر منطقوی رادیو آزادی عباس جوادی را دعوت کردیم. خوش آمدید. تشکر. خب بیاید نخست در رابطه با اون صحبت میکنیم که این برای اولین بار نیست که ساکنان یا زادگان آسیای مرکزی در حمله به ترکیه استفاده میشوند. خب ببینید مثلا اون مهر و محبتی که تا حال حکومت و خودی مردم ترک نسبت زادگان آسیای مرکزی داشتن، اونا را برادر میگویند، همخون میگویند. این حمله ها تا کدام حد بر روحیه اونا تاثیر کرده است؟ روحیه درست میگویید. ببینید اولا به موقع حکومت ترکیه به نظرم تاثیر چندان بزرگی نخواهد کرد. به موقع مردم ترکیه از نظر روحیه احتمالاً تأثیری در کوتاه مدت خواهد کرد که ناراحت خواهند شد، ولی در دراز مدت، حتی میان مدت، این تأثیر از بین خواهد رفت و مردم فراموش خواهند که با وجود اینکه تراژدی این فاجعه بسیار عمیق بود و همه رو ناراحت کرده و به حق ناراحت کرده است. مطبوعات ترکیه و تلویزیون‌های ترکیه پر از بحث، مخصوصا اون روزها بود، هنوزم هست، که با همین مضمون که شما گفتید و این معنا که ما تا حالا آغوشمون باز کردیم و مردم آسیای میانه و گفته شما مهر و محبت بدون ویزا سفر و غیره و غیره. واقعیتش هم این است که ترک ها در آسیای میانه هرچند اون خواب و خیال ابتدایی گذشته که بعد از دور شوروی ایجاد شده بود که روابط خیلی وسیع خواهند شد و غیره، این نشد، ولی با وجود این سرمایه گذاری هست بین ترک، یعنی ترک ها زیاد سرمایه گذاری میکنن، مخصوصا در ساختمان و اکسپورت، ایمپورت، واردات و صادرات و غیره سرمایه گذاری زیاد هست. خیلی خیلی آسیای مرکزی ها، مردم آسیای مرکزی از همه جا، از ترکمنستان، از تاجیکستان زیاد نمیدانم، ولی از ازبکستان، کرغزستان، ازبکستان و غیره تجارت میکنن و یا اینکه میآیند یک کمی بیشتر از حد معمول که ویزا دارند 3 ماه میمانند و کار میکنن، ایلیگال، غیر قانونی کار میکنند و غیره. این برای مثلا سالمندهای ترکیه خیلی مناسب است، کمک میکنن برای این که مخصوصا کسایی که سرپرست ندارن، در خانه کمک ندارن، برای اونا خیلی کمک است. از این جهت واقعا یعنی ترکیه روابط خوب داشته است با یعنی درهاش و آغوشش گشاده است. در مطبوعات و در تلویزیون میگویم ما که همش نیت خوب نشان دادیم، روابط خوب داشتیم، ویزا نداشتیم، حالا چی میشه؟ این مثل خیانت نیست و امانت و غیره. اینها احساسات مردم هستند. واقعیتش این است که خب یک شهروند ازبکستان این کارو کرده است. مردم ازبکستان که حالا آخرین ارقام آمده است، مردم ازبکستان 32 میلیون نفر که جنایت نکردن، یک چند تا شهروند ازبکستان جنایت کردند. شاید از بین تروریستایی که دست به اسلحه میبرند و ترور میکنن مردم آسیای مرکزی هم هستن، تاجیک هم هستن، ازبک هم هستن، کرغز هم شاید هستن، ولی این دلیل نیست که دلیل گناه مردم نیست، مردم آسیای مرکزی نیست. به نظرم در با وجود احساساتی که شما میگویید و واقعا هم هست بین مردم، از طرفی حکومت به نظر من امیدوارم که عاقل‌تر از اون است که فقط به خاطر این ترور با وجود دهشتناک بودنش با ویزای بین ترکیه و آسیای مرکزی جاری کند. امیدوارم هم چیزی نشود و نخواهد شد به نظر من، ولی واقعیتش هم این است که مردم جلوی پیش احساسات مردم رو نمیشد گرفت که این احساسات هستن حالا فعلا و تا مدتی هم خواهند بود، ولی به نظرم زیاد طول نمیکشه. یعنی احساس ناباوری گمان میکنید؟ خیلی، یعنی مثل گفتم خیانت به امانت است. مثل اینکه ما
آغوش باز کردیم، خنجر زدن از پشت. از نگاه شما چرا گروه های دهشت افکن برای انجام عملهای تروریستی در ترکیه از زادگان آسیای مرکزی استفاده میکنند؟ خب به خاطر اینکه اولا این باعث حیرت من همشه هست شخصا، احساسات قومی و مخصوصا مذهبی از بین 5 کشور آسیای مرکزی به نظرم مخصوصا در ازبکستان و تاجیکستان زیاد است. بین این 2 کشور مخصوصا زیاد است. حتما علتهای تاریخی دارد. بعد از فروپاشی شوروی شاید اینو یک نمونه چیز میدانن که ناسیونالیسم میدانن یا چی میدانن که ما جدا هستیم از دیگران و غیره. این هست واقعا، احساسات مذهبی به خصوص زیاد هست. 2 ترکیه مخصوصا در سرحد عراق و سوریه هست که مرکز تبدیل به مرکز ترور در دنیا شده است. البته این ترور در درجه اول بزرگترین ضرر رو به خود عراق و سوریه زده است. تروریست ها زدن این ویرانی رو در این 2 کشور مخصوصا سبب شده. از طرف دیگر حکومت ترکیه به نظرم حالا میفهمن، ولی کمی دیر شده است. حکومت ترکیه هم تا حالا به قدر کافی و با قاطعیت در مقابل دولت اسلامی، در مقابل گروه های تروریستی و دهشت افکن در سوریه و عراق به قدر کافی با حساب هایی که خودشان کردن احتمالاً در رابطه با جریان کردها، خطرشون برای سپاراتیسم برای ترکیه، به قدر کافی جلو اینا ایستادگی نکردند و کمی چشم پوشی کردند نسبت به فعالیت‌های گروه‌های دهشت افکن اسلامی که کرد نبودند، با امیدهایی که بعدا معلوم شد که زیاد امیدهای درستی نیست. یعنی گناه ترکیه هم از اون جهت میگم، یعنی نمیگویم که گناه داشته است بنابراین حقش بوده است که این کار شد، هیچ صورت این نیست. ولی سیاست هایی که ترکیه پیش برده است طبیعتا کمک نکرده است به پیشگیری 100% از ابتدا. حالا به نظرم سیاست ترکیه هم عوض شده است. در مرز با ترکیه از سوریه داریم و کسایی که فکر میکنن که یعنی برای تعطیلات نمیرن، که به سوریه وقتی میرن برای کشته شدن میرن و میدانیم که گروه های تروریستی هم در سوریه از طریق ترکیه بیشتر میرن و مرزهای ترکیه و سوریه تا حد زیادی یعنی سوراخ زیاد داره. از اونجا میشه باید رفت و کمپانی هم میکنن. حتی در استانبول گروه هایی هستن که مردم سفربر میکنن برای فرستادن به سوریه. از طرف دیگر هم میدانیم که گروه های تروریستی مردم آسیای میانه رو اینو خوب باید فهمید. آیله هایی که در تاجیکستان هستن، در ازبکستان هستن، باید خوب بفهمن. گروه های تروریستی مانند دولت اسلامی از کسایی که از آسیای میانه میآیند، چه ازبک باشد، چه تاجیک باشد، چه چچن باشد و غیره، به عنوان اولین جنگجویان در صف ترور استفاده، یعنی کسانی که در درجه اول باید کشته شوند. و ارقام هست، استاتیستیک هست که از کسایی که از آسیای میانه رفتن به سوریه و عراق، مخصوصا سوریه، از 100 نفر 95 نفرشون در 3 ماه 4 ماه 5 ماه اول کشته شدن، به خاطر اینکه در ابتدا اینها رو میفرستن برای کشته شدن. بله، طوری هم خود شما هم اشاره کردید و گفتید بعضی گفتگوها هم هست در جامعه ترکیه که زادگان آسیای مرکزی از امتیازهایی که تاکنون ترکیه در نسبت این کشورها دارد سوء استفاده کردند، از مرز ترکیه استفاده کردن برای رفتن به سوریه، بعد از سوریه رفتن به ترکیه و این عملها را انجام دادن. خب ببینید، آیا تا کجا این مساعدت میکند به اون که ترکیه مناسبتش را با کشورها دیگر کند؟ به منفعت ترکیه نیست که این مناسبت را دیگرگون کنند، کاملا ویزا جاری کنند با ازبکستان و یا با تاجیکستان و ترکمنستان. به نفع ترکیه نیست، یک به نفع مردم ترکیه نیست. گفتم مثلا سالمندا نیاز دارن به این. به نفع مردم آسیای میانه نیست.
و از طرف دیگه گفتم مثلا مردم تاجیکستان و یا مردم ازبکستان گناهی نکردن در اینجا. یک گروه مردم فریفته شده، جوانهای احتمالاً بدون اینکه امیدی به آینده داشته باشن و فریفته شدن با اندیشه های اسلامی دینی و فکر میکنن که یک میسیایی دارن در مقابل چیزی که فقط در میشون گوشت میگوین جلو توپخانه. یه گروه های تروریستی میشن، میرن به خاطر اونها کشته، نه به خاطر اسلام، به خاطر همون گروه های تروریستی کشته میشن. ولی تأثیر نهایی به نظرم حتی در کوتاه مدت، مثلا در 5 ماه 6 ماه 1 سال آینده روی روابط ترکیه و کشور آسیا میانه نخواهد شد. امیدوارم که نشود. تشکر زیاد برای صحبت. یادآور میشم که به سوالهای ما رهبر منطقوی رادیو آزادی عباس جوادی پاسخ دادن. تشکر. خوش آمدید. تشکر.